غیر الله میترسه، زبان فصیح و بلیغ کی داد؟ چرا بالاخره از غیر الله میترسه؟ کلیه سالم، معده سالم، قلب سالم کی داد؟ چرا تشکر از عبدالله میکنه؟ چرا تشکر از حبیب الله میکنه؟ چرا تشکر از مردم شریفی از غلام؟ بخواهید یا نخواهید، موافق باشید یا مخالف، من مهر جباریت توحید را در دلهای شما پلم بزنم. این وظیفه من است، این وظیفه شرعی و وظیفه اسلامی من است. اون مرا نظاره دارد تا وقتی که در رگ و ریشه من خون جاری هست از اسلام دست نخواهم کشید. از شریعت غرای محمدی غیر الله میترسه. دو گوشی شنوا کی داد؟ چرا از غیر الله میترسه؟ زبان فصیح و بلیغ کی داد؟ چرا بالاخره از غیر الله میترسه؟ کلیه سالم، معده سالم، قلب سالم کی داد؟ چرا تشکر از عبدالله میکنه؟ چرا تشکر از حبیب الله میکنه؟ چرا تشکر از عباد الله میکنه؟ از الله باید تشکر کرد، از الله باید تشکر کرد. این وظیفه دینی من است. پیامبر عظیم الشان اسلام فرموده است الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته. مردم شریفی از غلام، بخواهید یا نخواهید، موافق باشید یا مخالف، من مهر جباریت توحید را در دلهای شما پلم بزنم. این وظیفه من است، این وظیفه شرعی و وظیفه اسلامی من است. اون مرا نظاره دارد و اون مرا از تمام گزند دشمنان داخلی و خارجی، بخواهید یا نخواهید، موافق باشید یا مخالف، دوست باشید یا دشمن، اون مرا نجات میدهد، اون مرا حفاظت میکند. همون ذاتی که در شکم مادر بالاخره من خلق انسانیت را بالاخره از طرف فرشتگان درد شد و صورت بالاخره خلق انسانیت از خود کردم. تمام تقدیر نیکی و بدی مرا رقم زدگی هست. من تمام خیر و شر خویش را از او میبینم. از این لحاظ تا وقتی که در رگ و ریشه من خون جاری هست از اسلام دست نخواهم کشید، از شریعت غرای محمدی دست نخواهم کشید. عزیزان دل، من عرضم هرچی اذیت و آزار بر سر من بیاید در دین افتخار من است، آرزوی من هست، امید من است، آرمان من عزیزان دل همین است. قل یتوفاکم. خدای رؤوف و مهربان برای محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکند. بگو برای امت مسلمه چه بگویم؟ یتوفاکم، شما را روزی از روزهای می شود قبض روح میکند. عمر اگر خوش گذرد زندگی 9 کم هست، ور بنا خوش گذرد